اینا کی بودن؟ ابوبکر سعد، ابوبکر فضل، ابوبکر حامد و ابوبکر تلخ. اینا از اولاد کی بودن؟ از اولاد پیغمبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. میدونیم پیغمبرمون دامادشون حضرت علی کرم الله وجهه. حضرت علی دو پسرشون بود، حسن، حسین رضی الله عنه. این چهار تا ابوبکر، حسین رضی الله عنه از ذریاتشون. همون وقتا بخارا با شوگی کمرول میکنن. اسماعیل سمایی پاشو بود. اسماعیل سمایی پاشو بود. مال شهرام که آمده شد مهمونای عزیز، مهمونای مکرم. خب اون مهمونه کدومش کاری کنه بود؟ اومد از چه جایی ماندن بود؟ چه میگفتن فکر وقتا؟ وزیر اعیان و مصلحت تنه پاشو آلا. از شهرام 6 کیلومتر غرب یک زمین اومد. زمین اومد اصول دو. آب هواشم شهر به نیوکرمد به هوا زوز جویو. همون جویو من 4 تا ابوبکر به این آن کنیم. گفتن اون هم خوشم میشه تو. شما هم دنیا و آخرتون آباد میشود. مصلحت رو دیگه وقتا اسماعیل سمانی پاشو بود. علمین زمین اومد. 40 گیتار زمینه 4 تا ابوبکر این آن. ببین از باید ضرورت دیگه بوده. اما خلقان و اقوام اسلام تعریف. البته اینا لب جواب میدن همسون با حیات ضرور میکنه خلقان و اسلام و اقوام تعریف. گفتیم اینو همشون علمای بزرگ بودن. شیخ الاسلام قرآن علمش عالمش بودن، حدیث علمش عالمش بودن. از خودشون جدو ملک کتابو تصدیق نیستم آدم. این کتابو تا مایه رستن آمد. چی برای؟ انکنا 12 اصل آمده موارا نهر مغل چنگیز خان اشکاری که تک وقت بودن بایلیکوی ماه مدنی میراث‌های کتابونه همیشه سوخته زمینه با گرگل اتوبی درنوی جوی با اونده دوان اینو کتاب میراث نمونه. انکنا این مسجد مدرسه بنا شده نیست. 16 اصل به مسجد رو بنا شده. اکنون 16 اصل رو اومده ابوبکر سعد، ابوبکر فضل، ابوبکر حامد، ابوبکر تلخ آمده و 4 تا. ابوبکر سعد از ذریاتشون و محمد اسلام جویبوری خبر است. محمد اسلام جویبوری این کس بعد از بهادین نقشبند پیر و محمد ششتم حلقه میشه. بعد از بهادین نقشبند پیر و محمد ششتم حلقه محمد اسلام جویبوری. همون وقت وقتی بخارا با کمرون کرد میشه پاشا عبدالله خان دویوم. این که اسکندر خان پسرشون اینو اشیبانی ها پیش بود. بخارای تاریخی ما بیداشم میلشه میدیم همیشه همون 15 اصل اخرش 16 اصل بنا شده بود. چی میگه؟ چی میگه؟ همون وقت پاشا امیرزاده هر یک کارشون هم پیرا کردی شیخا کردی با مصلحت کردی. این چونه؟ عبدالله خان پاشا هم پیش شیخ پیش پیرا میبینم. این شیخ موقعا یک خدمت یعنی کار فرمند که هم خدمت رو مکتی هم دنیا آباد شد و هم آخرت. شیخان بگن این پاشای عالم میدونید یک وقت ایسیم مای آتابا بوشتگی 4 تا ابوبکر همونها روحانش شاد کردن برای یک مسجد مدرسه بنا کنید. شرایط باشد کچکو باید باشد مبلغتون یه تقریب باشد که یک مسئلات رو دیگه وقت پاشو از خزینشون 70,000 بخاری تیلای صرف خرجات میکنن. 10 سال مابینش من مسجد مدرسه خانه را بنا میکنن. انشالله مسجد ما اگر از پیش طرف از بینید تا پیش تا پشه 22 متر اون بازه بلند میشه بگید 30 متر هر اگر 30 متر 2 متر فوندامین 12 متر پس بله زمین دا 12 متر فوندامین مدرسه مسجد ساخته بودن که 500 سال گذشته باشده محابتش رو نکرده است که ما کیا چون بکر اولاد چون پیغمبران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ذریاتشون ساختگی امارات میدونیم وقتی سوید همه مسجد مدرسه خراب که آدم بودن این چنین مدرسه هم دو مسجد هم اون بارخانه سکلات کردن بودن از اینا بالا برندتون از اینا پاس جوشه قشلوقا همین تراکتور اکسکاواتور سماسالش هم شده وارد مونده بودیم خودی بریم من بچه بودیم گاراژ بریم اکن گاراژ مثلا
qishloq joy mo'l diga joy bilan o'shib kichmesini vardı manda yo'qda. Niyati shun sof edi, niyati bad. Yak buyruq şartı, yak telefon şartı, yak telegram ile bozultunano. Amin ne okuduk tanka bari, pushka bari daysa rostoydi. Masjid madrasa moya zaminkati zer bo'ldi. Ovajon labay. Çanta maçtı madrasaya zamikati yak. Ana dumilde bro marjon. Ba Ina niyati shu badashi masjidlarda zaminkati yak tek chiqadi. Ammo lekin Xudoy tabaraka va taolo Xudoy va'da qildiki, dam masjiddama, dam خونما خودم حفظی و میگرم که بعدش موافق موقع مستقلی که دادو بعد مستقلی مسجد مدرسه همیشه بود نماز خونه اختیار بدودن ان ان شاء الله دیده است که تمام مسجدمون آبو مدرسه‌مون آبو جماعتمون مول البته دعا میکنیم که خدای تعالی ما اسلام و دین آوردگی 4 تا ابوبکر الله غنی و رحمت شایسته جنت کنه اسم عمدن و مقصد چیز همین حقشون به دعا تلاوت میکنیم که باید فرزندان و نویران و هم خیلی قول می‌کنیم. خلق به خدمت می‌کنیم، دین به خدمت می‌کنیم، اسلام به خدمت می‌کنیم، آتوان به خدمت می‌کنیم، فرزندان رو همه به نصیب می‌ذاریم. ان شاء الله مسجدمون 500 سال شده باشه، با 1000 سال تا قیامت مسجد مدرسه ان شاء الله خدمت کنه. نصیب باشه باید کرد. فقط نصیب شو خرسندی و فرزند و نویران تویشون به ان شاء الله خدمت باشید. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم تلاوت القرآن مشنود الرحمن حلاوت ایمان سبب های کلام ربانی بر ازاق حق سبحانه و تعالی برایانیت اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگار عالم نیت مقصود مطلوب را حاصل کن الله از همین منزل مکان از ما دعای فاتح امیدوار گشتگان پیران استادان عزیزان ارواحشان به هدایت کردیم قبرشان قرآن نورشید منور الله روحان چون از ما خوشون تام خرسند گردان ان شاء الله دعا دست برشین اکو کومم مهمون من خدای تبارک و تعالی زیارتشون قبول کن سفرشون به خطر کن خاندانشون فیض برکت زیاده کن الله فرزند و نبیانشون برکمال پیرسان کسب کار عمر جام علمشون برکات آگردان ان شاء الله ماه مبارک از خاندان مایم دعای فاتح امیدوار گشتگان آتا اولاد ما الله غریق رحمت و شایسته جنت الله قبرشون قرآن نورشید منور روحانشون از ما خوشنود هم خرسند گرداند الله مهر محبت مومن مسلمانی یادگار به عینه زیاده کند ان شاء الله سال ماه بسیار به آمدشتگی ماه مبارک ماه رمضان بیان همه ما نصیب بشه صحب و سلامت الله به عافیت خدا درسون نصیب باشد با نغزی به خرسندی به صحب سلامتی به دیدار کنشتن الله خودش میسر گرداند امروز که این خیرات الله درگاهش به قبول مقبول گرداند و صلی الله خیره خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین بفضلک و کرمک برحمتک یا رب